پیغمبر خدا گفتند و ناکح بیدی، کسی که با دست خودش خودش حرام میکنه. اینها هم گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنند، اینها روز قیامت دستاشان حامله دار میشود. مثل زنی که حامله دار میشود، دستای اینا حامله دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که دست با دست خودشان حرام میکردند. اینا در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت داره، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتم پیغمبر، زیرا روزه گفتند وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این از توصیه پیغمبر خدا برای ما باشد.